سلام دوستان، امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز میخوام بهتون توضیح بدم که چطور گانای خودتون رو گلد بکنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک و ساب کنید. اول از همه میریم بخش گانا و همونطور که میبینید من اچسم گلد شده، بیوایم گلد شده و یکی 117 هم گلد شده. برای گلد کردن اینا باید همه طرحهای گانا رو باز کنید. شات گانا با همه گانا متفاوتن. برای گلد کردن شاتگان ببینید دایموند کردنش که اول باید گلدش کنید. بعد از اینکه گلدش کردید باید 120 مپ برید. توی هر 120 مپ هر مپی که میرید 10 تا کیل بگیرید. هر 10 تا کیلی که بگیرید یه دونه حساب میشه و یکی از این 120 دست پر میشه. برای گلد کردن یه بخشی داره اینجاست. اولش بذارید یه شاتگان دیگه واسهتون بیارم. برای مثال این شاتگان که من گلدش نکردم. توی بخش اول گفتم باید 300 تا کیل بگیریم، همین 600 تا کیل معمولی، فرقی نداره چطوری باشه. توی بخش دوم گفته که ما به صورت هیپ فایر یا به عبارتی بدون نشونه گیری باید 50 نفر رو بزنیم. توی بخش سوم گفته که ما باید 30 نفر رو به صورت دوتا بزنیم، یعنی در واقع 60 نفر بدون مردن که این فاصله بیفته بین اون دو نفر رو بزنید. بعدش اگه ببینید اشکال نداره، بعد 2 نفر بعدی، بعد 2 نفر بعدی، به همین شکل سیتاتون پر میشه. در واقع همون 60 کیل بدون مردن، البته بین دوتاها. خب توی بخش بعدی گفته باید 5 تا اتچمنت توی گانتون بچینید، فول اتچمنتش کنید و با اون 200 کیل بگیرید که طی پر کردن این یکی مرحله هم 300 کیلتون همین 200 کیل کامل پر میشه. توی بخش بعدی گفته هدشات باید برید 40 نفره. من پیشنهادم بهتون اینه که دوربین اسکوپ معمولی بذارید و هدشات کنید. توی بخش آخر هم گفته 80 نفر رو به صورت بدون اتچمنت، یعنی هیچ اتچمنتی روی گانتون نباشه، گانتون خالی باشه. 80 نفر به اون صورت بکشید. بعد از اون کارتون گل میشه. برای هدشات کردن بهتره که شما بیارید این دوربین رو بزنید روی گانتون و بعد از گذاشتن این من خودم اینطوری گانمو گل میکنم، روی کله انمی نشونه بگیرید و شلیک بکنید که به راحتی بمیره با شاتگان. بریم سراغ گانه معمولی. بریم مثل این AK47 یه خورده سخت تره. خب توی بخش اول گفته باید 600 تا کیل بگیریم. توی بخش دوم گفته به صورت هیپفایری بدون نشونه گیری باید 50 نفر بزنیم. توی بخش سوم گفته باید 80 نفر از راه خیلی دور بزنیم. باید یه مپی که شیپمنت نباشه انتخاب کنیم توی بخش فری فور آل و از راه خیلی دور با دوربین اسنایپ بزنیم روی AK47 مون و شلیک بکنیم انمی‌ها رو بکشیم. این یکی از بخش سخت‌ترین گزینه‌هاش بود. توی بخش بعدی گفته 5 تا اتچمنت بشینید روی گانتون، فول اتچمنتش کنید و 125 کیل بگیرید. و توی این بخش گفته باید 100 نفر رو هدشات بکنید. توی بخش آخر هم گفته بدون هیچ اتچمنتی 80 نفر رو بکشید. شما میتونید چند تا کار با هم انجام بدید. وقتی که این بخش رو پر کنید 600 کیلتون هم پر میشه. اگه 5 تا اتچمنت روی گانتون بچینید و این بخش رو انجام بدید، این 125 کیلتون هم با اتچمنت پر میشه. و اینجا گفته از راه خیلی دور میتونید برید دوربین اسنایپ بزنید روی گانتون به صورت دیگه با دوربین اسکوپ اسنایپ بذارید روی تفنگتون، بیایید از راه دور هدشات بکنید انمی رو. اینجوری میتونید 4-5 تا بخش رو با هم باز بکنید. فقط میدونید بخش بدون اتچمنت و بخش هیپ فایر که بخش خیلی آسونی هستن. برای گلد کردن سریع گانتون، کاتانه یکی از آسونترین گان هاست که البته گان نیست، یه نایفه که ویدیو آموزشی رو گذاشتم، حتما باید ببینید. میاد توی این بخش میریم بالا، بخش فری فور آل، همون بخش که فقط که اونجا فعال باشه فری فور آل رو فعال بکنیم. بعد میاییم پایین توی مپا میگردیم برای کیل گرفتن و هیپفایر زدن و ایناست، هدشات کردن اینا. شیپمنت رو انتخاب میکنیم میریم داخل و خیلی راحت میتونیم زود گانمون رو گلد بکنیم. اما اگه بخوایم از راه دور انمی‌ها رو بکشیم، من چند تا مپ رو بهتون پیشنهاد میکنم. یکی این مپه که الان در میبینید، یکی اینه.
یکی دیگه از اون مپا بیارمش اینه که میتونید با اینم با دوربین اسنایپ انمی بزنید. با این مپ هم کم و بیش میتونید. و آخرین مپ هم که این مپه که یکی از بهترین مپ ها واسه کشتن از راه دوره، فقط یه خورده چون پیچ و خمش زیاده گیر آوردن انمی سخته. بعد این بخش رو میزنیم میریم داخل، خیلی راحت گانمون رو گلد میکنیم. توی ویدیوی دیگه خدا نگهدار.